گفت تو یک مجلسی نشسته بودن، همه صحبت گفت آقا کی قیام و کی ظهور و کی فرجم؟ حضرت فرمودن شما همگیتون منتظر ظهور ما هستید؟ گفتن بله آقا قربون تو، خیلی ما عاشق و شائقیم. فرمودن ولی من همچی گمانی به شما ندارم. امام صادق فرمودن اینا همه سر افتاد پایین کأن علی رؤوسهم طیر، انگار پرنده رو سرشون نشسته. یکی از این گوشه جرأت کرد آقا چی مگه است نادیدی؟ ما کجا نمازامون ترک شده؟ ما کجا وام ربوی گرفتیم؟ کجا ما حق و ناحق کردیم؟ کجا ما قطع رحم کردیم؟ کجا چیکار که بارکالله خیلی نفاذشون بالا بوده ها. فرمود که من مگه نگفتم بارها به دونه دونه تون خصوصی به قول ما هر که خودش و مولا میدانه یک خلوت و یک گناه و یک اصرار به یک معصیتی داری، من چقدر گفتم بسه دیگه نکن، همون گناه رو شما ترک نکردین، من چطور قبول کنم شما حاضرید از زن دست بشورید، از بچه دست بشورید، از اموال دست بشورید، جان رو در طبق اخلاص قرار بدین، جان رو برای ما فدا کنین، او کارا جا خود محفوظ، همین گناه رو ترک کنید، دل من شاد بشه، باقیش ما خودم فداتون بشیم. یا